صلی الله علیه و سلم میگه اگر شما گناه نکنید الله شما را هلاک میکنه. یک قوم دیگر رو میاره، اونا گناه میکنن، بعد از الله تعالی بخشش میکنن، الله اونا را میبخشه. معنای این روایت چیست؟ شاید آدمای سطحی نگر فکر میکنن معنای این روایتی است که خدا معرفت بده گناه کن. معنای این روایتی نیست. برداشت می است که معنای این روایتی است که انسان در هر حالت در معرض گناه است، ناامید نشه. اصل گپیست انسان از الله ناامید نشه. و جالب است به خاطر که ما ناامید نشیم الله این روایت چیزی را به زبان پیامبر فرمود. گناه میکنیم توبه میکنیم، باز گناه میکنیم باز توبه میکنیم، باز گناه میکنیم باز توبه میکنیم. این تکرار میشه خیلی ها در حد چی میرسه؟ ناامیدی. که نه دیگه من این گناه را ترک کردم، نه دیگه من خدا نمیبخشه، نه خدا بر من توفیق چی را نمیده، توفیق خیر نمیده، نه خدا بر من توفیق ترک. این بارها شده. دقت کردید؟ وقتی این روایت انسان بسنجه بعد دوباره پس چی میشه؟ امیدوار میشه که نه بازم الله میبخشه، بازم الله میبخشه. او تعبیری که مولانا کرده من فکر میکنم گرچه فکر میکنن که یک تعبیر کامل است، من فکر میکنم خیلی تعبیر ضعیف است. 100 بار اگر توبه شکست، میلیارد بار اگر توبه شکست باز بشه الله بازم چی میکنه؟